هلو علیکم. بعد از طبیعی شدن قهوه دختران عزیز سرزمینمون رفتن به سمت ماچا و حالا بعد از طبیعی شدن تقریبی ماچا میریم سراغ اسپرولینا. ویدیو ماچا رو براتون گرفتم گذاشتیم و چنگی به دل نزد طعمش، اما اسپرولینا رو من خیلی تعریفش رو شنیدم. الان میخوایم با هم دیگه بریم اسپرولینا بگیریم و ببینیم که چجوریه. با من همراه باشیم. خب اسپرولینا رو گرفتیم، این شکلیه، رنگ جالبی داره. با پرسیدم ازشون با شیرای طعمدار و شیر ساده میشه درستش کرد. ترکیبات شیر و جلبک با یه پودر آبی رنگیه که فکر میکنم پایه اصلیش باشه. حالا کسایی که مشهد هستین اگه خواستین بگیرین، من از کافه دوستم اینجا میگیرم، کیفیتش خیلی خوبه، قیمتش هم خیلی منطقیه. کافه پلیکان نبش هاشمی 34 که از قدیمی های هاشمی هم هستن و یه خیلی اوکی. خب حالا بریم ببینیم که چه مزه ایه. باید این تکونش میدیم. خب بذار. خب طعم خاصی نداره. این با شیرنارگیله و مزه شیرنارگیل میده، فقط یک طعم خیلی ملایمی همون لابلا هست که برام جدیده و نمیدونم چیه. احتمالاً اون خود اسپرولینا باشه. از 10 بهش میدم 9، چون چیز معمولی بود. اما چرا 9 دادم؟ یک امتیاز کم میشه به خاطر ساده بودنش. 9 امتیاز دیگه ای که دادم به خاطر اینه که سگش به ماچا شرف داره. خب ولی خب قیمتش هم یه خورده غیر منطقی بود. مثلا البته نه دیگه، قیمتش هم منطقی بودش. 94 تومن بود. ماچایی که من خوردم ماچا بود با شیر ساده و آیس. 100 خورده ای، 110 تومن، 120 تومن همچین چیزی بود قیمتش و واقعا بدمزه بود. حالا خیلی ها بعدش پیشنهاد دادن که آقا با شیر نارگیل و سیروپ و اینا باید بخوری، اونو ماچا خالی نباید بخوری، که دیگه من جرأت تستشو نداشتم. اما اسپرولینا چون یه بار توی ویدیو دیدم و گفته بود که خیلی بهتر از ماچاست، گفتم براتون ویدیوشو بگیرم که اگه خواستیم بخورین اون بلایی که سر من اومد سر شما نیاد. 9 از 10 سلامتی. لایک و کامنت بچه‌ها یادتون نره. ساب کنید اگه منو ندارین. دوره همین میخوایم بهتر کنیم.